انقدر گرم شده یه قاشق چای خوش بریزم دهنم 2 دقیقه و دم میکشه. بیرون بودی خان دایی؟ آره دایی جون، 10 دقیقه میری بیرون، برگشتنی باید 1 ساعت بری تو فریزر کنار سبزی کوکوها بشینی تا دمای بدنت بیاد سر جاش. دهنت رفته تو کاسه آش؟ آدم اینقدر سرمعما فکر نکردی شاید ما بخوایم یه لقمه توش بزنیم؟ آقا جون من که حرفی از کاسه آش نزدم، گفتم هوای بیرون خیلی گرم شده، اگه قبول ندارین یه سری بریم بیرون تا به حرفم ایمان بیاریم. تو ظرفم سیمان بیاری؟ تو کلتو تا گوشات کردی تو کاسه آش، بعد نوبت من که میشه میخوای سیمان بیاری بخورم؟ مگه قرار نبود 2 سیخ کباب بگیری پسر؟ همه بچه بزرگ میکنن که عصای دستشون بشه، مال ما شده بلای جونمون. آقا جو خاندایی حرفی از سیمان و کاسه آش نزد که، فقط گفت هوای بیرون خیلی گرم شده. هوای بیرون با این کولر مزخرفی که 10 بار دستکاریش کردی پسر، هوای اینجا هم هیچ فرقی با هوای بیرون نداره. اونقدر گرمه به کامبیز سپردم حواسش به من باشه اگه خوابم برد با کفگیر زیر روم کنه که یه وقت ته نگیرم. خاندایی این کولر نیمه جور رو نمیخوای عوض کنی؟ به نظرم اگه نوبتی بریم پشت بوم از تو کانال فوت کنیم اتاق خنک‌تر میشه. دایی جون تو هم نفست از جای گرم در میادا. تو این گرونی با کدوم پول؟ مگه آخوندا گذاشتن پول تو جیب مردم بمونه اصلا؟ ما تو خرج خورده خوراک خودمونم موندیم. یعنی وضع خرابه؟ خراب؟ دایی الان وضع گرونی ها طوریه که میری یه سوپرمارکت یا میوه فروشی، وقتی برمیگردی باید زندگی تو دوباره از صفر شروع کنی. درست گفتم آقا جون؟ یاد نزن بابا، شنیدم چی گفتی. کامبیز جان الان توی این مملکت اگه یه کارگر 5 ماه کار کنه و هیچی نخوره میتونه یه دونه سکه بخره. یعنی تو زمان فرعون هم فکر نمی کنم دستمزد مردا اینجور بوده باشه. 5 ماه یه سکه. خاندایی مگه الان قرن 21 نیست؟ دایی قرن 21 مال بقیه کشوراست. ما نهایتا تو سال دوم سوم اجازه هستیم، بیشترم نه. یعنی چی؟ یعنی وضع من الان جوریه که وقتی میخوام از حسابم موجودی بگیرم پیام میاد موجودی حسابتون برای دیدن موجودی کافی نیست. خب دیگه دایی خبرداری رو بخون ببینم چی داری. الان بخویم خاندایی. آش رو با جاش بردن ترین دزدی تاریخ. رسانه ها نوشتن 22 میلیارد دلار ارز گم شده است. احتمالا حادثه تو جیبش نذاشتن، نتونسته برگرده، گم شده. بگم اونم الان تو کانادا. ما رو بگو فکر میکردیم زندگی با دلار 25 تومانی فقط برای مردم عادی سخت شده. رقم اختلاسات نشون میده زندگی برای مسئولین هم سخت شده. خاندایی مسئولین این همه پولو چطوری غیب میکنن؟ همونطور که دکل نفتی رو غیب کردن، همونطور که کوه دماوند رو دارن غیب میکنن. اینم سواله که میپرسیده ای از من، از که طرف حسابت آخونده ها. بریم دایی تصمه کوله رو یکم سفتش کنیم، شاید دورش بیشتر شه. بریم خاندایی.